الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين که خدای مهربان این ساعت را برای ما خدای مهربان موفق گردانید و در همون ساعت شکر الله مهربان میکنم که قرار دارم و انشاءالله دعا میکنیم که خدای مهربان روزه داشتن این ماه مبارک را برای یکایک ما و شما توفیقش را عطا کند. در این یک ماه مبارک الله مهربان برای ما وقت خوش، برای ما تن صحت نصیب گرداند تا که این یک ماه مبارک ما روزه بداریم، از ثواب و از فضیلت و از خیر و برکات این ماه برخوردار شویم. و از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند این خواهشاتی که داریم، این طلباتی که داریم برای روزه داشتن این ماه، الله برای هم برادران ما که در تاجیکستان عزیزمان هستند و چی در بیرون از تاجیکستان هستند، خدا همگان شما را هم تن صحت دهد، وقتی خوش نصیب کند، امکانیتی را خدا فراهم گرداند که شما این ماه مبارک روزش داشته توانید. برادران عزیز و گرامی، حدیثی را میخواهم به سمع شما رسانم تا اینم برای یک میل شما با محبت شما، اخلاص شما به سوی این ماه مبارک باز زیاد گردد. اینقدر ترغیبات ها، اینقدر تشویقات های زیادی که برای این ماه مبارک است، برادرای عزیز، از این آیات های قرآن، از این حدیث های پیامبر برمی آید که حقیقتا این ماه را اگر ما روزه نداریم یا این ماه را اگر ما به اهمیتی کنیم، از روزه این ماه برادر عزیز روزه نگیریم، حقیقتا ما بسیار یک گویم ثوابی را، یک اجری را، بسیار یک اجر بزرگی را ما از دست دادگیم. زین لحاظ میایم به سر حدیثی که من میخواهم از فضیلت این ماه برای ما بیان کند همگان گوش اندازیم. حدیث برادران عزیز و گرامی، حدیث متفق علیه، هم جناب امام بخاری هم جناب امام مسلم با راوی این حدیث حضرت امام ابو هریره رضی الله عنه میارد که حدیث گویم حدیث قدسی میگویند که پیامبرمون گفت و گفت الله ذوالجلال. الله ذوالجلال چی گفتند؟ گفتند کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی و انا اجزی به. الله مهربان گفته بوده است که حقیقتا ماه رمضان یا روزه ماه رمضان، روزه داشتنش را بندگان من به خاطر من روزه میگیرند و این ماه ثواب این ماه را دادن، پاداش این روزه دارها را دادنم، الله مهربان میگوید این از جانب من است. مراد از این سخنی که من خواندم برادران عزیز این است که بسیاری از عملهای ما وقتی انجام میتیم 10 ثواب دارد، مقصد با بیشتر از این دارد تا 700 ثواب دارد، لیکن الله مهربان ثواب روزه را پوشیده نگه میدارد. میگه و انا اجزی به، ثواب روزه دار من میدهم، یعنی پاداش او را، اجر او را من میدانم و جز من هیچ کس مقصد از این آگاهی ندارد. از این سخن برمیآید برادران عزیز که خیلی و خیلی این روزه اجر و پاداش بزرگی دارد که خدای مهربان حتی عدد او را پوشیده نگه داشت که بجز ذات من کسی نمیداند. از این لحاظ معلوم است که الله مهربان هم بندگان روزه دار دوست می‌دارد و هم این ماه مبارک دوست می‌دارد. در دوام پیامبر نازنین ما گفتند که خدای مهربان گفته بود است که و صیام جنتون،
شما میدونید که ماه رمضان به خاطر که اینقدر اجر و پاداش و محبوبیت به سوی خدا دارد، این ماه را باز جنه خواندن. جنه به معنای برادر عزیز سپر. وقتی انسان در بر سپر داشته باشد و یا نگهدارنده هست، یعنی همین هم سپر در اینجا به معنایی که شما را ماه مبارک رمضان نگه می دارد از عذاب دردناک آتش جهنم. در دوام حدیث پیامبر ما گفتن فاذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب. برادرانی که روزه می دارین، خوب در همین مسئله اهمیتی. خدای مهربان فرموده بود است که شخصی روزدار هیچگاه باید در زبانش سخنی دروغ، سخنی بیهوده، سخنی مالایعنی، غیبت، حقارت باید در زبان روزدار نباشد. برادران عزیز، شما بینید که وقتی این سخن الله مهربان میارد، مقصد این است که ما حدیث دیگر هم داریم. حدیث دیگری هم داریم که جناب امام ابو هریره که امام بخاری در کتاب صحیح خودش میارد، میگه من لم یدع قول الذر والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. هر کسی که اگر در ماه مبارک رمضان دروغ گفتن قطع نکند، غیبت کردن قطع نکند، حقارت کردن قطع نکند، بر نسبت یک برادرش تهمت و گمانهای بد ترک نکند، الله مهربان گفته بود است که دیگر برای من حاجت نیست که تو خواه طعام میخوری، خواه مقصد از نوشابه ها می نوشی، دیگر اختیار در دست خودت. یعنی آن پاداش و ثوابی را که من خواستم بر تو تیم، صد افسوس که تو با این رفتارها و کردارهای بسیار زشت و نادرست تو مقصد آن ثوابها را و آن اجرها را از دست دادی. حتی حدیثی هم داریم که الصوم جنة ما لم یخرقها. روزه سپر است مادامی که شما این سپر نشکنید. یعنی معناش این است که شکستنش همین راه نادرست در ماه رمضان انتخاب کردن و در این ماه رمضان دروغ گفتن، در این ماه رمضان بیرحمی و بی انصافی کردن، این شایسته آدم روزدار نیست. برادران عزیز، از این لحاظ بین شرط ها را هم در داخل حدیث پیامبر نازنین گوش زد من داره که مبادا به این کارها دست نزنین که شما از این بسیار پاداش بزرگ برادرای عزیز و گرامی محروم میشین. حتی بین در دوام حدیث میگه فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ او قاتله فلیقل اینی صائم اینی صائم. حتی چقدر عادی و ساده میگه، اگر یک نفر شما را حقارت کند، حتی شما را اراده کشتن داشته باشد، شما در عوضش برادر عزیز میگه هیچگاه حقارت نکنین، بلکه جواب تو بر او آدم این باشد اینی صائم، من روزدار هستم. برادران عزیز و گرامی، انشاءالله فکر میکنم که این سخنهایی را که از حدیث قدسی برای شما بیان دارم، انشاءالله شما را درک میکنین و در این ماه مبارک رمضان هیچگاه مقصد به این به اهمیتی راه نمیتین. علل خصوص برادرانی که در این ماه مبارک شما مقصد در بازارها و در مغازه ها نشسته این ماه را من از همون ابتداها دائم گوشزد میکردم مردم باز میگم که در این ماه حرکت کنین که شما دنبال فایده های مالی تا نگردین. شما حرکت کنین که از همون مال آوردگیت زیان نبینی، یعنی همون مقصد مالی را که با چند مبلغ آوردی، همون مبلغ تا اگر به دستت آورده توانی دیگرش را برادر از به خاطر ماه مبارک که این ثوابهایی که در پیش داری این را مقصد پیش رو بیار و از فایده ها پس بگرد، دستی مردم بگیر، در این ماه مبارک مردم یاردم که کمک که انشاءالله برادران عزیز و گرامی خداوند به طفیل این ماه مبارک با چند کرته در ماههای دیگر الله مهربان برای شما هم مالتان میتد
و هم از ثواب این ماه برخوردار میشویم. شما اگر این ماه را فرصت دانین و گوین اکی این ماه غنیمت ایو، ما در همین ماه گرمی سودا میو، مقصد این حالت ها ایدست میروند، مردم مجبوره که یگان چیزی خره و ولی من از همینجا فایده به دست بیارم. برادر عزیز، حقیقتا تو فایده به دست میاری، تو مبلغا را به دست میاری، تو از اون مبلغا مقصد ها بله ذخیره میکنی، ولی آن چیزی که خیلی مهم است برادر عزیز و گرامی وای از دست میتی. شاید برادرای عزیز در این ماه مبارک وقتی که تو مثال با بیرحمی و بی انصافی و دنبال مقصد به دست آوردن فایده زیاد اگر حرکت کنی، شاید یک نفر گوید که خدا برکت تگیرد، یا ای انسان ماه رمضان یک رحم نمیکنی. همین سخن این ممکن برادر عزیز در همون تجارتی تو، در مال تو، در حیاتی تو یگان زیانی را البته بر بالای تو بیارد. اینا من از برای همچون برادر مسلمان، همچون یک خیرخواه شما برادرای عزیز و گرامی برای شما مقصد رسانیدستم. دوام حدیث پیامبر ما گوش میکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که والذی نفس محمد بیدی، قسم خوردن حضرت، قسم بر آن خدایی که هستی و نیستیم همه در نزد الله است، عزت و خاریم همه در نزد الله است. قسم بر آن الله مهربان. چی میگه در دوام قسم؟ لخلوف و فم صائم اطیب عند الله من ریح المسک. میگه همون بویی که در دهن روزدار هست، البته آدم از سحر تا بگه چیزی نخورد حتما دهان او بوی میکنه. وقتی میگه بین خدای مهربان میگه همون بویی که در دهن روزدار هست وای به سوی من الله میگه محبوب تر است از بهترین مشک، از بهترین همون دوخی هایی که در روی عالم ارزش های بهت بلند دارند، از اونها ده هم دیده بوی دهن روزدار برای من خوش است. ولی من امشب نگاه کردم، یک اخبار میخواندم، یکی از همون دوخی های 10 دوخی که در روی عالم گویم در مد اول میستن که دوخی های بی نهایت قیمت، یکی از آنها را که استحصالش در دوبای بوده است با همکاری بسیار متخصصای همین پرفیومریا که از فرانسیا، از شویتزاریا، از ایتالیا همگی دوخی ساختن که در شیشه که بسیار شیشه گرانبها بوده است که از بریلیانت ساخته شده است و در داخلش 3 لیتر گویم همون دوخیه که به نام شموخ که اصلا این کلمه عربی است، اصلی ریشش همون شامیخ است، یعنی هر چیزی که بلند باشد یا کوههای بلند شامیخ میگویند. انا همین دوخی بگیم که همین شموخ که ارزشش میگه 1,295,000 دلار بوده است. برادرای عزیز، من گفتم میتونم که الله مهربان میگه از بوی همون دهم نزد من بوی همون دهان روزدار محبوب است. در آخر الله مهربان چی گفت؟ گفت لصائم فرحتان، آدمی روزدار 2 خرسندی دارد، برای او 2 خرسندی عطا کردم. خب بین که یکی اذا افطر فرح بفطره و اذا لقی ربه فرح بصومه. یکم خرسندی که بر او دادم هرگاهی که اگر همون لحظه روزه گشادن نزدیک شدن گیرد، 1 دقیقه و 2 دقیقه که ماندن میگیرد، میگه روزدار تا چند در دلش یک خرسندی پیدا میشود که الحال از طعام مقصد تناول میکنم. دویم خرسندیش گفت الله مهربان هرگاهی که او را داخل جنت کردم، از نظر خودم، از رحمت خودم من روزدار را خوشنود میگردانم. برادران عزیز و گرامی، اینجا متن حدیث به انجام میرسد و ان شاء الله گفتی همون عزیزای خدا که یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. زین لحاظ من ان شاء الله گمانم همین است که آن چیزی را که من مختصرا هم که بیان کرده باشم برای آدم اهل فهم خدا خواهد این قبول است. انا من گوش کننده های این نواره از زمره کسانی میدونم که اونا ان شاء الله از زمره نفرهای اهل فهمند، اهل توفیقند، اهل محبتند. اگر من میدونستم که این در جای مثال قرار دارم که
هیچ کس مثال به این سخن، به این حدیث و به این دعوت اهمیت نمیتید. من هیچگاه برادر عزیز این حدیث را از ابتدا تا آخر نمیخواندم، زیرا عزیزای خدا میگن پیش نااهلان چی حاصل، ذکر پردانی کمال، دانه گوهر چی ریزی مرغ ارزن خوار را. کمال خودجندی میگفت ببینین پیش نااهلان چی حاصل ذکر پردانی کمال. اگر ببینی که همون مردم همون نشستگان همون قوم وقتی که در سخن تو اهمیت نمیتین، میگه اینا باقی ها هم مانندن. پیش نااهلان چی حاصل ذکر پردانی کمال، دانه گوهر چی ریزی مرغ ارزن خوار را. مرغی که ارزن میخرد برای او دادن گوهر، یعنی این برادر عزیز غیر امکان است. اگر امروز برادرای ما این سخن ما رو شنیدن، بعد این باز همون کردارها و همون زیشتگویی ها و همون سخنهای قبیحشان دوام دادن که گرفت، گفتی خواجه همون کمال خودجندی، اینها همون مرغ های بودن که این دورها در پیش اونها حیف